120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. تشکر میکنیم از موسی اشرفی به خاطر شعر قشنگت به مناسبت 30 مهر به قسمت‌های مربوطه رسوندم. سعید وارانی عزیز ایمیلت رسید و شعر زیبا و کوتاهت خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستی. یوسف از آمریکا بسیار پیشنهاد خوبی دادی، با دست‌اندرکاران مطرح کردم، ان شاءالله بیشتر ارتباط خواهیم داشت. علیرضا افشارچی، شهاب، محمد بیهقی، مجید ساعتی، جواد جمشیدی، مسلم جمشیدی، میترا، فریبرز ممتحن، حسین عبدالله عبدی و دوست گرامی انسیه، خیلی ممنون بابت نکات طنزتون. دوستمون انسیه با ارسال این عکس مکالمه بیسینی مفروض نیروهای منفور انتظامی رو اینطور حد زده که قربان ببخشید گرم کردن این منطقه کار ما نیست، کل ارتش رو بفرستید. محمد از استرالیا، طنز نیویورک خدا چگونه گذراندید راجع به سفر مقتدی احمدی نژاد به دستمون رسید. صدیق ابراهیمی دو کاریکاتور جالب راجع به سگ دعواهای اخیر رژیم فرستاده، یکی خیز حذف منصب ریاست جمهوری توسط خامنه‌ای است و دومی فاش شدن فضاحت اختلاف. ناصر احمدی مثل همیشه دقت و موشکافی در خبرهای رژیم و انتخاب و ارسال اونها بسیار کمک کننده بود. بهرام از تبریز یادداشتی همراه با این عکس‌ها فرستاده و گفته که نمیشه این بسیجی‌ها بدن پارچه نوشته هاشون رو یه آدم باسواد براشون بنویسه. محمد ساسانی ایمیلتون رو به قسمت‌های مربوطه رسوندیم. صالح شعری فرستاده، نوشته که قاتل یک دست بیرحمی ز تهران آمده، آن کسی که می‌کند اطفال اعدام آمده، دارد او قربانیان بیشماری در وطن، اینک آقا در ایالات عموسام آمده، خسته گشته از قتل سهراب و ندا و ارسلان، بهر ارهاب جبیر و مایکل و تام آمده، آن که میلافد منم مولای کل مسلمین، تا کند اسلام را در دهر بدنام آمده، زنده گشته در وجودش روح هارون الرشید، با سپاه قدس گویی از خود شام آمده. و جمله آخر هم از دوست عزیزمون کوروش که نوشته همیشه دلیل شادی کسی باش نه شریک شادی او، و همیشه شریک غم کسی باش نه دلیل غم او.